الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي حكم بين الناس بحكم رب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 24 از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله الحکم بما انزل الله است. ما در حلقه گذشته به شما طائفه هایی که واقع شده اند به حکم بغیر ما انزل الله، یعنی طائفه هایی که به شرک حکم واقع شده اند و به حکم غیر الله و رسول حکم کرده اند، بیان نمودیم و یک قسمی از اونها را بیان نمودیم. بمانند اولین اونها امرا و حکام، دومینش رؤسا، سیومینش شیخا و عارفای قبیله، هفتمینش علما و احبار، هشتمینش فقها و مقلدین و رهبان، بگفتیم بارک الله فیکم، و باقی مانده اش بمانند صوفی ها و بمانند رافضه ها که به حکم بغیر ما انزل الله واقع شده اند. هشتمینش گفتیم علمانی ها، کسانی که دین را از دولت جدا می دانند. نهمینش بمانند دموکرات ها، دهمینش بمانند لیبرالی سکولاریست ها. حالا باشد باقی مانده از طائفه هایی که به حکم بغیر ما انزل الله واقع شدند، به شرک واقع شدند، بیان خواهیم کرد. 11 طائفه که به حکم بغیر ما انزل الله واقع شده و به شرک واقع شده است، این قوم پرستا هست، قومی ها هست. شرک اونها چگونه است؟ شرک اونها این است که این قوم پرست ها قومیت را پیش از دین شماریدند و همیشه حکم قوم را، خواست قوم را و گذشتگان قوم را از حکم الله و رسولش، از شریعت الله و رسولش پیش می شمارند. قومی ها کسانی هستند که یک قوم به خودشان عرف و عادتهای خاص، به خودشان قانونهای خاص و حکمهای خاص دارند. دینشان چخیل نباشد، اینها قانونهای خاص دارند. اینها به خودشان مخصوص الولاء و البراء دارند. الولاء و البراء اینها به خاطر الله و رسول نیست، به خاطر قوم است. دشمنیشان، حرکتشان، همش به خاطر قوم است. خواه مسلمان باشد، خواه نصرانی، خواه یهود، خواه ملحد، کسی نباشد، قومی ها به خودش قاعده های خاصی را دارد. پس هر یک انسانی که قوم پرست است و با خود را مسلمان میداند، به شرک حکم واقع می شود، به واسطه قوم پرستش. از همین جهت ما در سلسله درس های شناخت طاغوت و طاغوت پرستی بیان کردیم که قوم پرستی این طاغوت پرستی است. قوم را پیش از دین گرفتن این طاغوت پرستی است، طاغوت پرستی که به همین واسطه به شرک واقع می شود. نهمین طائفه که به شرک اون واقع می شود، اینها وطنی ها هست. کسانی که وطن را پیش از همه چیز می داند. شرک حکم چگونه است؟ چگونه به شرک حکم واقع میشن؟ اینها میگویند که وطن پیش از همه چیز است. حکم وطن پیش از همه حکم است. وطن پیش از دین است، پیش از اسلام است. وطن حکمش، حکم وطن پیش از حکم الله و رسول است. این طائفه وطن پرست ها وطن را یک وطن گرفتند که می پرستند. قصدشان، مرامشان، تمام حرکتشان وطن است. وطنشان الهشان است که می پرستند. و از همین جهت حکمهای الله که در شریعت الله سبحانه و تعالی بیان کرده است و ساخته است و ترتیب داده است، این کار میکنند و عمل به احکام وطن میکنند و برای مصلحت وطن و به همین راه میروند. عادتهای وطن را،
عادتهای مواتین را، کسانی که اهل همون وطن هستند، حاکمی همون وطن میگذارند و حکم الله را، دینش را و شرعش را انکار میکنند. این وطن پرستان هم مشرک هستند، کفر به طاغوت ندارند، طاغوت پرست هستند، به شرک حکم هم واقع شدند. 13 کسانی که به شرک حکم واقع میشوند این قاضی ها هست. قاضی هایی که در سودهای وضعی دنیوی می نشیند و خودش را مسلمان میگوید و به بالای مردم به حکم قانون خودش برآورده یا دیگر انسان برآورده حکم میکند. آنهایی که حکم میکنند در سودها به حکم غیر الله رسول، سبحان الله، به حکم شریعت ملتزم نیستند و باز خودشان را مسلمان میگن. اینها مسلمان نیستند، اینها مشرکند. 10 طایفه که به شرک حکم واقع شده است، اینها کسانی که مصلح است، یعنی همیشه در بین مردم صلح میکند، جانب حق در کدام طرف نباشد هم صلح میکند. البته اصلاح کردن جایز است زمانی که احکام الله و شریعت الله انکار نشود. چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند الصلح خیر الا صلحا احل حراما، صلح خیر است مگر همون صلحی که حرام را حلال کرده باشد. و این روایت امام ترمذی است که حدیث صحیح است. عصرانی ها، کسانی که زمان پرستند، کسانی که میگویند که دین عقب مانده است و امروز باید به همین عصر 21 نگاه کرده یک قانون برآورده شود، قانونهای شریعتی، قانونهای دینی 1400 سال پیش بود و این قانونها به این زمان سزاوار نیست. این قانونهای شریعت به این زمان راست نمی آید. قانونهای شریعت قانونهای کهنه شده، قانونهای زمان سنگین است. والعیاذ بالله، هر کسی که سخن را میگوید اینها مشرکان هستند، اینها عصر پرستان و مشرکان و طاغوت پرستان هستند. انسانیت 16 طایفه ای که به شرک حکم واقع شدن، انسانیت، انسان پرستا، آنهایی که حکم الله را انکار کرده اند و میگن که همه ما انسانیم، باید همه یک نمود حکم کرده شود. و 17 طایفه که به حکم بغیر ما انزل الله واقع شده مشرک شدن، اینها ساحرها، ستاره پرستها، آنهایی که حکم میکنند به مخالف حکم الله و رسول و شرک در حکم واقع میشوند و در الوهیت و ربوبیت و این همه شرک ها واقع میشوند. سبحان الله. انا این همه طایفه هایی که به شرک حکم واقع شده است، ما باید خود این طایفه ها را دانیم، شناسیم و از این طایفه ها برحذر باشیم و خودمان را به این طایفه ها نسبت ندهیم، به همه این طایفه ها کفر ورزیم. سوال اینجا که شاید یکی از شما سوال بکنید که کدام نمود انسان ها در مسئله حکم نمودنی بغیر ما انزل الله کافر می شود؟ یعنی کدام انسان ها در مسئله حکم نمودن بغیر حکم الله و رسول کافر می شوند؟ ببینید، هر کسی که حاکم باشد، پادشاه یا پرزیدنت یا وغیره، که همون دولتش بغیر حکم الله و رسول باشد، این کافر است، یعنی مسلمان نیست. دعوای مسلمانی کند خطا است، این مشرک است. و هر کسی که مدح بکند، یعنی هر کسی که حکم غیر الله و رسول را مدح کند، یعنی خوب است بگوید. علما میگند المادح لحکم الشرکی، مدح کنندگان حکم غیر الله و رسول، حکم های طاغوتی و شرکی. هر کسی که حکم غیر الله را حکم خوب میگد، همین زمان مناسب و غیره میگد، این کافر است. و راضی به، هر کسی که به حکم غیر الله و رسول راضی است، هر کسی که به حکم طاغوت راضی است، موقتا است، غیر موقتا است و غیره، این کافر است. و المجوز له، هر کسی که حکم غیر الله و رسول را جایز میداند،
مطلق یا جایز میداند یا که مقید میگد که در این عصر و زمان حکم به حکم غیر الله حکم کردن جایز است یا که موقتا حکم به غیر حکم الله جایز است و غیره، هر کس همین اعتقاد رو داشته باشه کافر است. والمفضل، مفضل، هر کسی که حکم غیر الله و رسول را از حکم الله و رسول افضل میداند. والحارس له، هر کسی که حکم غیر الله و رسول را حراست میکند، حمایت میکند، دفاع میکند، لشکری میکند و از نابود شدن حفظ میکند، همه لشکرانی این طاغوت همش کافر است. والمحب له، دوست دارندگان حکم بغیر ما انزل الله، حکم طاغوتی، همه دوست دارندگان عاشقانش مشرک کافر است. و الداعی له، دعوت کنندگان به حکم غیر الله و رسول کافر است. والمبغض لحکم الله عز وجل، و هر کسی که حکم الله و رسول را بد بیند، هر کسی که قانون برآورد، هر کسی که مراجعت به محکمه های غیر شرعی کند، همه اینها کافر مشرک است و کفر است و شرک اکبر است. بارک الله فیکم. پس این بود مسائل ضروریه که ما باید بدانیم. برادران و خواهران عزیز، ما در حلقه های اولی این کشف شبهات در مسئله حکم بغیر ما انزل الله و حکم ما انزل الله طائفه های گمراه گشته در حکم بغیر ما انزل الله را بیان کردیم. حالا باز مختصرا بیان میکنیم. دو طائفه در مسئله حکم بغیر ما انزل الله گمراه شدند. دو طائفه، خوارج ها هم در حکم بغیر ما انزل الله گمراه شدند و با والعیاذ بالله تکفیر بیجا رفتند. خوارج ها چه عقیده دارند در مسئله حکم بغیر ما انزل الله؟ یعنی یک آدم حکم بکند به حکم غیر الله و رسول. خوارج ها چی میگن؟ خوارج ها میگن که علما میگن کفر الحاکم بغیر ما انزل الله مطلقا، حاکم هایی که بغیر حکم الله و رسول حکم مطلقا اینها را، حاکم هایی که بغیر ما انزل الله حکم کردند، همین خل حاکم را مطلقا همه نمودشه تکفیر میکند، ولو کان فی مسئله واحده، اگر یک مسئله باشد، بل ولو کان عن تعویل و جهل، اگر از تعویل و جهل باشد. این عقیده خوارج است. هر کسی که میگوید که یک پادشاه مسلمانی که حکومتش حکومت اسلامی است، حکومتش به حکم قرآن و سنت می رود، یک مسئله به اگر خطا کرده از سبب جهل، از سبب تعویل، از سبب شهوت، از سبب رشوه، یک مسئله در یک مسئله حکم بغیر ما انزل الله حکم کند، اهل سنت میگن این کفر نیست، این کفرش کفر اصغر است. اما خوارج ها تکفیر میکند. خوارج ها در یک یا دو مسئله تکفیر میکند، اما اهل سنت و الجماعت در یک یا دو مسئله تکفیر نمیکند. خوارج ها از همین جهت علی رضی الله عنه را به سبب شبهه تمام پادشاه‌های دولت امویه و تمام پادشاه‌های دولت عباسیه و تمام پادشاهایی که در مرور این 1000 ساله خلیفت اسلام آمده است، همیشه تکفیر میکند. همه را تکفیر میکند. برای همین خوارج ها فقط به دولت مسلمانی جنگ میکرد، چرا که حکمش کفر میگفت. اما اهل سنت و الجماعت یگان از این پادشاهایی که در دولت امویه آمده است یا عباسیه آمده است، در مسئله حکم بغیر ما انزل الله، خاص در همین مسئله، در یک یا دو مسئله اگر حکم بغیر ما انزل الله کرده باشند تکفیر نکردند. نگفتند که این پادشاه یک یا دو مسئله به حکم بغیر ما انزل الله حکم میکرد این کافر شد، نگفتند، بلکه گناهکار شد گفتند. برای چی؟ برای که اهل سنت و الجماعت میگن هر کسی که حاکم باشد، پادشاه باشد، پرزیدنت باشد، مطلقاً به حکم غیر الله و رسول حکم کند، حلال الله را حرام کند یا که حرام الله را حلال کند، یا که قانون برآورد، یا که در بسیار حکم های بغیر ما انزل الله حکم کند، در این حالت کفر می شود. از همین جهت خوارج ها گمراه شدند. خوارج ها پادشاه های مسلمان را هم تکفیر کردند، اما اهل سنت و الجماعت نه. امروز سوال اینجا است که امروز کسی که این پرزیدنت هایی که به دموکراسی حکم میکند، به علمانی حکم میکند، به لیبرالی حکم میکند، همین ها را کسی تکفیر کند اما خوارج است، عقیده خوارج دارد؟ نه والله. چرا که این حاکم های امروزه در یک یا دو مسئله آیا حکم بغیر ما انزل الله میکنند یا که مطلقاً به حکم بغیر ما انزل الله حکم میکنند. یعنی اینها یک کتاب الهیده غیر قرآن و سنت دارند، نام کتابشون کنستیتوسیون است، قانون است، سرقانون است، به همون حکم میکنند. و بسیار دومین کفر اینها این است که حلال های الله را حرام کرده اند
به مانند 3 زن گرفتن، به مانند چند مسائل دیگر و بسیار حرام های الله را حرام کردند و بسیار حرام های الله را حلال کردند، به مانند ریبا، به مانند زنا، به مانند شراب، به مانند دیگر فحش و فحشی که الله حرام کرده است، اینو حرام کردند و خودشون قانون برآوردن. این هر یکش حکم مستقل است، کفر مستقل، شرک مستقل است. قانون برآوردن، حلال کردن، اینها کفر مستقل است و حکم کردن مطلق. اهل سنت و جماعت از همین جهت امروزه حاکم ها را همیشه تکفیر میکنند، همیشه کافر میشمارند، برای که اینها مسلمان و دولتش دولت مسلمانی در یک یا دو مسئله حکم نکرده است، اینها مطلقاً حکم کرده است. و این چنین خوارج ها میگن که چخیلی که علما میگن کفر المتحاکمین لغیر شرع الله مطلقاً. خوارج ها مراجعت کننده ها به سودهای غیر شرعی را، به سودهای این دنیوی را مطلقاً تکفیر کردند که این هم از نظر اهل سنت و جماعت درست نیست. این هم فکر و اندیشه خوارج است، عقیده خوارج است. اهل سنت و جماعت البته جدا میکنند. مراجعت کردن به محکمه های سودی البته قانون و قاعده های خود دارد. مراجعت کردن برای حل و فصل کردن دو مسلمان بین هم دیگر یا حتی مراجعت کردن برای یک کافر البته کفر است، مشرک میشد در مسائلی اما بزرگ باشد، دیگر ایراج نباشد که مسئله به مسئله اکراه رسیده باشد یا مسئله به مسئله اضطرار رسیده باشد که ما در حلقه گذشته بیان کردیم. در این مسئله اهل سنت و جماعت تکفیر نمیکنند. و سومین عقیده خوارج در مسئله حکم غیر منزل الله این است که كفر المحكومين في بلاد التي يحكمها القانون وهؤلاء من الخوارج المعاصرين الجدد حيث كفروا الشعوب الإسلامية في بلاد المسلمين. شیخ میگن، شیخ خالد المرض الغامدی، که سومین عقیده اعتقاد باطل خوارج ها در مسئله حکم بغیر ما انزل الله همین است که تمام کسایی که در دولت هایی که در اون قانون غیر الله و رسول حکم میکند در همون جا زندگی میکردگی مسلمان ها رو همه اشرا خوارج ها تکفیر میکنند. یک قاعده دارند، اذا کفر الحاکم کفر المحکوم. زمانی که حاکم کافر باشد میگن تمام در همون دولت بوده مسلمان هم کافر است. زمانی که همون دولت دارالکفر باشد مسلمانایی که هم زندگی میکرد و هم کفر است میگن. انا این میگن عقیده خوارج های عصر حاضر، عقیده خوارج های نو پیدا شده است که تمامی شعوب های اسلامی را در دولت های مسلمان نشین، دولت های کفریه که زمینش منطقه مسلمان نشین تکفیر میکن. تمام مسلمان هایی که امروز در زیر یعنی دولت های دموکراتی است، خوارج ها همه این مسلمان های زندگی کرده ایستاده را تکفیر میکن. که البته اهل سنت و جماعت این سخن را نمیگویند. اهل سنت و جماعت تکفیری مطلق ندارند، یعنی بگویم به این معنا که تمام مسلمان ها هر یکش کافر شد نمیگویند. و این عقیده خوارج است در مسئله حکم بغیر ما انزل الله. این سه تکفیر به جای خوارج ها بود در حکم بغیر ما انزل الله. مطلقاً حکم تکفیر میکنند، مطلقاً مراجعت کننده و به سود تکفیر میکنند و تمام کسایی که در زیر حکمی بغیر ما انزل الله، در زیر حکمی یعنی کافر زندگی میکرد، همه این مسلمان ها رو هم تکفیر میکنند، کافر میشمارند. این عقیده خوارج است. اهل سنت و جماعت از این بری هست و بیزار است و ما هم البته از اهل سنت و جماعت از این چنین عقیده بیزار هستیم. و طایفه دومی که گمراه شده است در مسئله حکم بغیر ما انزل الله این مرجئه است و این مرجئه خبیث‌تر از خوارج است. این مرجئه ها چخیلی که تیری کمان از کمان بیرون میشد از دین برآمده و تمامی کفریات و تمامی طاغوت و تمامی والعیاذ بالله شرکیات را جایز دانستند و گفتند در مسئله حکم بغیر ما انزل الله هیچ شرک و هیچ کفری نیست، همه شک بر است. چخیلی که خوارج ها گفته بودند که تمام یعنی حکم کردن بغیر حکم بغیر ما انزل الله اگر در یک مسئله باشد هم کفر اکبر است، مرجئه گفتند که در 1000 مسئله باشد هم مطلقاً به حکم غیر ما انزل الله حکم کند، قانون برآورد، حلال و حرام کند، چیکار نکند هم این گفتند شرک نیست، این فقط کفر اکبر است، کفر اصغر است، کفر اصغر است، کفر اکبر نیست، این آدم کفر نمیشد گفتند. از همین جد امروز مرجئه به مانند مدخلی ها، جامی ها، اشعری ها، ماتریدی ها، حزبی ها و غیره میبینیم که اینها این حاکمای بغیر ما انزل الله که مطلق حکم میکند، قانون میبرآورد، به اضافه این حلال و حرام میکند، تکفیر نمیکند و مسلمان میداند. برای همین سلف این امت مرجئه ها را از خوارج های ازارقه غلات خوارج دیده مرجئه ها را خطرناکتر گفتند، به مانند سفیان ثوری و دیگر از علما که میگند
خوارج ها اگر مسئله خون در مسئله بدن اگر فتنه کرده باشد، اما مرجئه ها دین فساد کرد و هؤلاء افسدوا الادیان میگن. در نزد مرجئه ها کفر فقط اعتقاد قلبی است. کفر بغیر ما انزل الله در نزد اونها هیچ چیزی ندارد، قدر ندارد، همان زمانی که جهد استدلال و تکذیب با همراهش داشته باشد. اما مسئله شرک تشریع، شرک قانونبراری در نزد اینها اصلا شرک نیست. برای همین علما میگن این خبیث‌ترین فرقه است. پس ما باید دانیم که در مسئله حکم بغیر ما انزل الله اهل سنت و الجماعت است. از یک طرف خوارج است، غلو میکند، تماما همه تکفیر میکند. از یک طرف مرجئه ها هست که اصلا این چیز هیچ مشکلی ندارد و هیچ کس کافر نمیشود به حکم بغیر ما انزل الله میگه. اما اهل سنت و الجماعت فرقه ناجیه وسطیه در بین می ایستند. حاکم مسلمانی که به حکم قرآن و سنت حکم کند در یک یا دو مسئله به حکم غیر الله حکم کند، از سبب تعویل و جهل و ریشه و غیره تکفیر نمی کند، بلکه مطلقاً به حکم غیر ما انزل الله حکم کند. یا بسیار در احکام های الله، بسیار در احکام های الله حکم کند که مخالف حکم های الله باشد، یا قانون برآورد به غیر قانون الله و رسول، یا که حلال را حرام و حرام را حلال کند. در این حالت البته به اجماع اهل سنت و الجماعت این چنین انسان کفر میشد. بارک الله فیکم. این بود کسانی که میخواهند از این مسئله باز معلومات رو یعنی پرتر بفهمند از این طائفه هایی که ما به شما ذکر کردیم. بارک الله فیکم. اما چرا حکم نمودن بغیر حکم الله و رسول انتشار شده است؟ چرا این شکننده اسلام، اعراض کردن از حکم الله، سرکشی کردن از حکم الله در بین مسلمان ها منتشر شده است؟ خودش مسلمان میگه در مسئله حکم الله وقتی که صحبت میکنی این مسئله گویا که مستحب هم نیست، اصلا قدر و قیمت ندارد و به اعتبار میکند. سبب چی؟ سبب اولین این جهل به حکم الله است. علم نداشتن در مسئله صفاتهای الله، فعلهای الله، در مسئله توحید ربوبیت، در موضوع توحید ربوبیت بزرگ نشماریدن الله سبحانه و تعالی. وقتی که امت از توحید ربوبیت جاهل ماند، امت وقتی که از حکم الله سبحانه و تعالی جاهل ماند، از صفاتهای الله سبحانه و تعالی وقتی که جاهل ماند، انا همین رویگردانی و اعراض کردن از حکم الله به وجود آمد. مذهب مرجئه غلبه کرد. دومین سببش روی گردانیدن از دین، عمل نکردن، قبول نکردن دین. امروز بسیار انسان‌هایی هستند که یک جانب دین را قبول میکنند و جانب دیگرش را قبول نمیکنند. برای چی؟ برای اینکه در دولت دموکرات زندگی میکنند، کسی به اونها چیزی گفته نمیتواند. خواهی امین نخواهی نه، من مسلمانم کاری ندارم میگه والعیاذ بالله. لیکن الله قبول ندارد. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. آیا به بعضی کتاب ایمان میبرید، به بعضی کتاب ایمان نمیبرید؟ به بعضی حکم شریعت ایمان میبرید، به بعضیش نه؟ نه والله، باید به همش ایمان بیاری یا که اصلا مشرک حساب میشی. سومین سبب انتشار شدن حکم بغیر ما انزل الله این دشمنی کردن آشکار به حکم الله رسول، دروغ شماریدن شریعت الله، کبر و غرور کردن مقابل دین الله. انا منها در حقیقت امروز زیاد دیده میشد. پنجمین سبب منتشر شدن این شکننده اسلام، منتشر شدن حکم بغیر ما انزل الله، اعراض کردن از حکم الله، این بد دیدن حکم الله، بد دیدن آن چیزی که الله نازل کرده است از حدود و از غیره. بعضی انسان ها بدشون میاد. و سبب دیگر پیروی کردن از هوا، سبب دیگر گمان بد کردن به الله، سبب دیگر تقلید کردن، و سبب دیگرش این سرخم کردن و اطاعت کردن به دنیا و محبت دنیا و گمان کردن به این که مال، اقتصاد
انمین همه جا را پیش میبرد و غیره. و امروز بسیار سبب هایی که میبینیم، امروز یکی از سبب های زیاد سبب شده است که همون شکننده اسلام، یعنی شکننده اعراض کردن از حکم الله منتشر شود، این حرکت کردن برای راضی کردن کفار، برای حرکت کردن مسلمان ها به نام مسلمان به سوی کفار تا که کافرها از اونها راضی باشند، دوستی کردن با کفرها و غیره. تمامی حزب هایی که امروز به اسلام خودش رو نسبت میدهد کوشش میکند که کافرها از اونها راضی باشد تا که اونها دولت رو بگیرند. کوشش میکند که کفرها از اونها راضی باشد. کوشش میکند که دوستی با کفرها کند. قبول کردن حکم کفار این بزرگترین موالات نسبت کفار است. بارک الله فیکم. و این چنین یکی از سبب هایی که سبب شده است که حکم بغیر ما انزل الله منتشر شود و مردم از این حکم الله نازل کرده روی توبند، روی گردانند، ترک این کار است. امروز طالب علم ها، علما این شرک را انکار نمی کنند. اهل علم، اهل خرد شرک و حکم را بیان نمی کنند. در مسئله شرک و حکم، در مسئله توحید در حکم، در مسئله بزرگ بودن این مسئله، در این که در مسئله قانونبراری، در مسئله مراجعت کردن به سودها اهل علم سخن نمی کنند. این خیانت است. از همین جهت هم این شکننده اسلام بیناد منتشر شده است. حتی بعضی از علما یا که علمای به وجود آمده است که علماء السوء فتوا میتیند به جایز بودن قانونهای کفری و غیره. و یکی از سببهای منتشر شدن این شکننده اسلام این انتشار یافتن مرجعه، آنهایی که به شرک تکفیر نمی کنند، حتی به دیگر شرک هم تکفیر نمی کنند، چی رسد به شرک حکم، شرک دعا، به همه مشرکین عذر میدهند. مرجعه ها، وقتی که مرجعه منتشر شد این شکننده اسلام هم منتشر شد. بارک الله فیکم. انا همین سبب ها سبب شد که این شکننده اسلام، یعنی اعراض از حکم الله منتشر شود و مردم به حکم غیر الله روی بیاورند. والعیاذ بالله. بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی باز یک حلقه یا دو حلقه دیگر در مسائل های باقی مانده صحبت میکنیم و بعد از این دلیل ها رو در مسئله شرک و کفر بودن حکم بغیر ما انزل الله بیان میکنیم. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم.